میزبانی آقای دکتر فرهاد صدرالدینی رو عهده‌دار هستم، متخصص ارتودنسی، و با توجه به سوالات پی در پی شما در این هیته در مورد این بخش از اعمال و جراحی‌های زیبایی یا اقدامات زیبایی صلاح دونسته شد که با دکتر صدرالدینی در مورد بخشی از سوالات شما به گفتگو بنشینیم. با آقای دکتر که لحظات پیش وارد استودیو شدن خوش آمد عرض کردم و مجددا عرض ادب و خوش آمد و خوشحالم که شما رو می‌بینم دکتر. با سلام و تسلیت خدمت شما و بینندگان محترم. زنده باشید. آقای دکتر، من یه سرفصل کلی رو بگم از جمع همه سوالاتی که به دستمون رسیده و بعد شما یک جمعی از همه پاسخ‌هایی که فکر می‌کنید لازم هست رو در این مدت زمان محدود بگنجونید و خدمت دوستان ارائه کنید. دوستانی که تو عرصه درمان در واقع نقایص فکی و دندانی میخوان وارد بشن و یا در عرصه زیبایی میخوان کاری رو صورت بدن در این ناحیه، خیلی شتاب دارن و زمان براشون خیلی مهمه. طبیعتا این پروسه زمانبر ارتودنسی و اقداماتی که باید پی در پی صورت بگیره تا به صورت خیلی بطئی این اصلاحات صورت بگیره براشون ممکنه گهگاه قابل قبول نباشه، که البته تایید نمی‌کنیم نگاه اونها رو، دارم نظر یک بیمار رو میگم که میخواد شتاب زده این کار رو انجام بده. در کنار این ما یک سری تبلیغات تجاری هم داریم، بیزینسی داریم که آقا ما شما رو ظرف یه مدت کوتاه این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این کارو میکنیم. شما دقیقاً میدونید من دارم راجع چی صحبت میکنم. نمیخوام اسم از هیچ مجموعه تبلیغی ببرم، ولی خواهشم ازتون اینه که این تقدم تأخرها یا رد شدن و تایید شدن های این روش های درمانی رو بهش پاسخ بدید. من عرضم به حضورتون ارتودنسی به عنوان یکی از رشته‌های پایه‌ای که در دندون پزشکی وجود داره، یکی از مسائل اصلی که وجود داره، افراد به مطب‌های ما، به سایت ما مراجعه میکنن و اولین چیزی که حالا راجبش میپرسن این هستش که درمان چقدر طول میکشه، درمان چرا طولانیه. مخصوصا مواردی که مواجه میشن با اینکه ما طول واقعی درمان میگیم مثلا از انقدر نباید کمتر باشه. واقعیت اینه که ارتودنسی همونجوری که من یه تعریف بالاخره والا شاید برای اون کسایی که ندونن، اینه که علمیه در دندون پزشکی که ما میایم چیدمان دندون ها رو درست میکنیم، یعنی چیدمان هر کدوم از دندون ها رو نسبت به هم و در نهایت دندون های دو فک و دو تا فک رو نسبت به هم دیگه. و برای مشخصا تغییر هر کدوم از اینا یک پروسه زمان بره. دندون ها معمولا نیم میلیمتر تا 75 صدم میلیمتر میتونن در ماه حرکت کنن. بنابراین این که ما بگیم در یک مدت پروسه کوتاه میتونیم این کار رو انجام بدیم، بحثی که تقریبا قابل انجام نیست. هر چیزی که باعث بشه طول درمان ارتودنسی کمتر بشه داره یک جایی از کار به هر حال ازش کاسته میشه که باید حداقلش اینه که بیمار مطلع باشه، یعنی بدونه که خب این هستش و خودش بدونه که داره چه کار میکنه، این بهش این اطلاعات داده بشه. اصرارهای فراوون دارن، متاسفانه خب زمان نمیخوام بذارن. چیزهایی که پیش میاد و درمانهای دیگه که مطرح میکنن در 3 حیطه هستش. من رو پرسش‌های زیادی که شده سعی میکنم همیشه اینا رو هر از گاهی یه گریزی بهشون بزنم. ببینید 3 تا واژه پیش میاد برای اصلاح این نامرتبی دندون‌ها که حالا باعث زیبایی میشه یا دندون پزشکی زیبایی ارتودنسی. وقتی میان تماس میگیرن با دندون پزشک زیبایی میبینین که نمیدونن به کی باید زنگ بزنن. متخصص ارتودنسی بالاخره دندون پزشک زیبایی این کیه، چی قراره انجام بشه. این دندان پزشکی زیبایی چند حیطه مختلف داره. 3 واژه اصلی. یکی ارتودنسی میاد چیدمان دندون ها رو درست میکنه، یعنی شما دندون ها رو در محل های صحیح میایین نسبت به هم دیگه، نسبت به کل فک، نسبت به صورت، فک بالا نسبت به فک پایین، همه اینا رو میایین قرار میدید. مثل پی و فونداسیون یا ساختمونه. یعنی شما اگرم بیاین خیلی از کارهایی که حالا شروع میشه اون نامرتب، در امر به اصطلاح زیبایی اولین کاری که یا اولین بخشی که معرفی میشه بیمار بخش ارتودنسیه، چون باید از این جهت مشخص باشه. ونیر و لامینیت هستش. چیزایی توی این مایه ها، حالا کلمات جدید میاد به قول شما، حالا ممکنه یه موقع واژه‌های تجاری بیاد فلان، در کل اینا اینجور چیزی هستن. حالا بخوایم ونیر رو بگیم، یه سری مواد مثل مواد همرنگ دندون شبیه کامپوزیت میزنن رو دندون، شکل دندون رو تغییر میدن. برای اصلاح رنگ دندوناست، رنگ دندون رو روش میزنن یه مقدار سفیدتر میکنن، حالا اینکه چی باب باشه چی مد باشه. لامینیت ها هستن. لامینیت ها یه دونه چینیه، یه ورقه چینی رو تو لابراتوار میذارن روی دندون. ثبات رنگ بیشتری داره، بهتره. هر کدوم از اینا مزایا معایب خودشو داره، ونیر و لامینیت. ولی ببینید هر کدوم از اینا برای اصلاح شکل یه دندون خاصن. برای اصلاح شکل یه دندون خاص، یعنی میایم شکل یه دندون تغییر میدیم، حالا میایم میکنیم.
ببینید تا زمانی که واقعا یه چیز منطقی و عقلانی به نظر میرسه، تا زمانی که باعث تراش دندان نشده باشن قابل قبوله. به طور کلی این درمان ها در اصل فقط باید برای اصلاح شکل دندونی و واسه حالا باب شده واسه تغییر رنگ دندونی به ازش استفاده بشه، چون ثبات بیشتری داره. برای نامنظمی دندون ها به هیچ عنوان توصیه نمیشه. مگه خیلی 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 کم، در حدی که واقعا تراش لازم نباشه. چون وقتی تراش میدین شکل دندون تغییر میدین. اگه یک روزی اولا باعث مشکلات زیاد میشه، تراش قسمتایی تراش خوردن ممکنه بعداً بپوسن، از بین برن. قسمتایی که ماده اضافه شده ممکنه دچار تحلیل لثه بشه، مشکلات لثه ایجاد کنه. یه روز پشیمون میشین، میگین چه کاری بود که من کردم، حالا دیگه راهی ندارین. یعنی گیریه که افتادین. قدیما که دیگه حالا یه چیز دیگه بود، میومدن روکش میکردن، مثلا یه دندون کاملا چرخیده بود، میگن چجوری درستش کنن، از این ور از اون ورش میبریدن، اصلا کاملا میشد این یه روکش میذاشتن روش. من همون دفعه هم که صحبت کردم چندین مورد در مراکز درمانی خودم کار می‌کردم داشتیم که بالا رو مثلا روکش کرده بودن و ما مجبور شدیم بلا اجبار واسه بالاشون هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. پایینشون رو مشغول درمان ارتودنسی شدیم، پایین رو تونستیم، پایینی که مثلا درمانی نکرده بودن اومدیم مرتب کردیم، بالا رو دیگه واقعا جز این که بفرستیم بگیم آقا حالا دوره برو یه روکش بذار که حالا یه خورده بهتر از این باشه، لااقل هر از گاهی هم باید اینو عوض کنن، چون بالاخره روکش تحلیل لثه میده، روکش زیباتری استفاده کنن، چاره دیگه باقی نمیذارن. و با این وقتی وارد این درمان ها میشیم باید بدونیم که قرار چه مدت اینا کار کنن. وقتی ارتودنسی انجام میشه دندون های خود فرد صاف میشه، دندون های خود فرد مرتب میشه، مثل فونداسیون ساختمونه. شما بعدش میتونین برین کار زیبایی انجام بدین، کارهای همه این کارا رو میتونین انجام بدین. به خاطر اینکه دندون ها صافن نیاز به تراش ندارن، فوقش یه لایه میزنید روش. بنابراین اینو باید در نظر بیماران داشته باشن. خیلی براشون مهمه، میگن طول زمان درمان، نمیدونم مرتب شده دندان ها در یک جلسه، اینها رو باید روش فکر بکنیم، چقدر داره تراش میخوره، چقدر داره. بعد و بعض حالا این فقط نامرتبیای دندان است، ما فقط نامرتبی‌ها رو می‌بینیم. فاجعه بارترش اینه که دست بزنیم یا به اصرار افراد وادار به انجام این کار بکنیم خودمون که موقعیت دندان غلط باشه. وقتی موقعیت دندون غلطه یعنی اصلا مجبورن رو اون چیزی که میتراشن یه چیز دیگه درست کنن، خطا رو چجوری میخوان درست کنن. دندون ها فقط نیستش مرتب باشه، این چینششون هم باید قرینه باشه، یعنی از وسط شروع بشه به طرف دو طرف باشه. اگه از اول بیس کار غیر قرینه باشه، دندونا به یه طرف تمایل داشته باشن، خط دندونی به یه طرف چرخش داشته باشه، خب این مرتب کردن ها هی منتظم اینه از این بتراشیم اون اضافه کنی، از این بتراشیم اون اضافه کنی، روز آخر که تصمیم میگیریم که حالا بیام کار دیگه انجام بدیم. بالاخره ما که همیشه توی سن خاص نیستیم که، بالاخره افراد بزرگتر میشن، خیلی اولویت‌های زندگیشون تغییر میکنه و وقتی وارد این عرصه میشن اون روز وقتی که تصمیم میگیرن که این کار انجام بدن دچار مشکل میشن. ما همیشه تو مرکز درمانی که خودمون کار میکنیم سعی میکنیم دندونپزشکای ترمیمی که هستن بهشون یادآوری میکنیم، اونا همیشه آزمایش میکنن، همیشه اول پلو ارتودنسی میاد، راجبش صحبت میشه، میگیم که در این حد این کارها باید انجام بشه، در نظر بگیرن. یه موقع هستش، بعضی موقع هستش همکاران دندونپزشکی ترمیمی ما میگن بابا ما بهشون مثلا به بیمار میگیم، ما واقعا اصرار خودمون رو میکنیم، مزایا ولی اصرار داره که نه ما این کارو میخوام انجام بدم در یه زمان کوتاه. بازم به اونا میگم لحاظ اخلاقی همیشه باید گفته بشه که خب این کاری که شما دارین میکنین داره تراش میخوره، مثلا 30% دندون شما تراش میخوره، بعدن اون قسمتی که بیرون اومدم دوباره مشکلات لثه ایجاد میکنه. اگر روزی شما بخواید برگشت کنین بگین آقا حالا من میخوام امروز دیگه نمیخوام این باشه، الان داره تمام زیر اینا خرابی میده، من دیگه درگیر اینجور درمانی نمیتونم باشم. وقتی یه دندون چون برای ارتودنسی بعدی حتما با اون 30% دوباره بردارن، یعنی با اون قسمتی که تراش تو ماده چون ماده وقتی میخواین دندون رو صاف کنید، حالا چون ما بر اساس ریشه دندون تو این موارد صاف میکنیم، تاجی وجود نداره که ریشه دندون میام در موقعیت صحیح قرار میدیم. وقتی میایم بکنیم اون قسمتی که اومدین تراشیدین روش ماده گذاشتین حالا گیر میکنه، گیر میکنه به بغلیه. اون قسمتی که اضافه کردین دوباره گیر میکنه به بغلیه، اون چیزی که دندون خود دندون از اون وری که تراشیدین ماده گیر میکنه، از این وری که نتراشیدین اون ماده که
ارزم به حضور خود دندون. و همه اینا باید برداشته بشن، یعنی اولین چیزی که اون فرد با این جور چیزها مواجه میشه. به ارتودنسی روش‌های دیگه ای اومده، روش‌هایی هستن که ممکنه زمان رو کوتاه بکنه، روش‌هایی هستن که ارتودنسی کمتر دیده میشه. تمام این روش‌ها به نوعی مزایا و معایب خودشونو دارن. حتی شاید معایبی داشته باشن نسبت به ارتودنسی‌هایی که زمان برترن. تقریبا میشه گفت که خب در تمام موارد هم نسبت به روش‌هایی که کلاسیک هستن و روش‌هایی هستن که آکادمیک و علمی انجام میشن، خب اینها شاید یه ایراداتی باشه، ولی باز هم ما میگیم با این ارتودنسی‌های به این صورت، اونم به شرط اینکه با یه متخصص صحبت بشه و بیمار کاملا آگاه باشه که آقا مزایا و معایب این روش‌های، حتی این درمان‌هایی که حالا غیر کلاسیک ترن یا تازه اومدن به بازار، هر کدوم از اینا چیه، باز انجام اینا و به هر حال در نظر بگیریم، به بیمار بگیم که مثلا امکان برگشتش اینجوریه، شما باید این مراقبت‌ها رو انجام بدین. خیلی بهتره که ارتودنسی حتی صرفاً انجام بشه که به صورت ابتدایی انجام بشه، لااقل از دندون‌ها تراشیده نشه. بنابراین قویاً اون چیزی که به مردم میشه گفت، حالا به صورت به افراد میشه گفت، هم بهشون به اصطلاح در اطلاع رسانی خودمون میکنیم، اینه که اصل کلی که در نظر داشته باشن تا زمانی که باعث تراش دندون نشده این روش‌هایی رو میشه برای نامرتبی دندون ها، برای اصلاح نامرتبی، من راجع به بقیه چیزا، اصلاح شکل دندون، اصلاح زیبایی دندون، سفیدی دندون، تداخل الان زمانیه که میان میگه آقا ما از این روش استفاده میکنیم به جای ارتودنسی. من دندون شما رو که قراره مثلا 2 سال طول بکشه، من در عرض 2 جلسه شما میایم برای شما دندوناتون رو صاف میکنم. اینجا اگه این بحث پیش میاد، تراشی که میخوره تراش دائمیه، اینو در نظر داشته باشن که میتونه براشون مشکل ایجاد بکنه. خب آقای دکتر، ما در مورد اصلاح وضعیت دندانی و رفع مشکلات فکی به یک ارتودنس مراجعه میکنیم و در واقع این پروسه انجام میشه، دندانها ردیف میشه. حالا بعد از ردیف شدن میبینیم که کیفیت دندانی، شکل دندانها قابل قبول نیست، جانمایی‌هاشون درست شده، حالا از نظر فرم و شکل و اندازه خیلی به تعبیری اون طرحی رو که ما در تبسم فرد میخوایم ببینیم خیلی مورد قبولمون نیست. اون موقع حالا میاد این روش‌های مازاد رو روش سوار میکنید، یعنی بعد از ارتودنسی؟ به طور کلی این روش‌های مازاد رو پیشنهاد میکنیم بعد از ارتودنسی. البته من یه گریزم از این حرف شما بزنم. ببینید خیلی وقتا هستن میان به مراکز ما مراجعه میکنن، متأسفانه توسط افرادی که متخصص نبودن درمان شدن، دوستش آوردتش مثلا اونجایی که هستیم، میگه دکتر دندون مرتبه، دندون منم مرتبه، ولی این راضی نیست، خوب نیست. متاسفانه خیلی وقتا افرادی که در این کار متخصص نیستن، خبره نیستن، میان وارد میشن، فقط دندان رو مرتب میکنن. ارتودنسی فقط اینها همین هاییه که زمان ارتودنسی میبره بالا. میدونید اینا همون چیزایی که زمان داره میبره بالا. بله. محل ریشه دندون باید اصلاح بشه. محل اصلاح حرکت‌های ریشه دندونی حرکت‌های طولانیه. فقط این نیست مرتب بشه، قوس دندونی عریض میشه. اینکه یه دندونا بیان کم کم عریض بشن، گوشه‌های دهنو پر بکنن، یه لبخند زیبا به طرف بدن. همین که دندونا عریض میشه، قوس فکی باعث میشه که زاویه دندونا اصلاح بشه. تو بلند مدت باعث میشه که زاویه دندون ها اصلاح بشه. همین باعث میشه که زیبایی بهتری بده. یعنی فقط مرتبی نیست. وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم واقعا با وجود اینکه مرتبه ولی خوب نیست، راضی نیست، احساس میکنه این قشنگ نیست، چون این حرکات انجام نشده. صاف شدن ساده دندونا خیلی کار نسبتاً میشه گفت یکی از کارهای اولیه ارتودنسیه. با همون سیمایی که این به خاطر همین هستش که بعضی موقع متأسفانه افراد غیر متخصص وارد عرصه میشن، در حالی که حرکت ریشه ها، اصلاح فرم قوسی، چیدمان دندون ها و نشستن اینا تو هم، یه چیز خیلی مهمی که از برگشت های آینده جلوگیری میکنه، نشستن اینا تو هم. اصلا نشستن، اصلا دندونا با هم دیگه این مچ نیستن، اینها رو در نظر نمیگیرن. ولی به طور کلی، حالا چه این روش چه اون روش، به عنوان یه اصل کلی بله مشخص است که قبلش باید ارتودنسی انجام شده باشه، دندون ها باید مرتب شده باشن، سر جای خودشون قرار گرفته باشن، مثل هر چیز دیگه ای. اول دیوارم که میخوایم بچینیم، دیوار آجرا رو هم دیگه میچینیم، بعد روی این دیواری که اومدیم تو جای صحیح درست کردیم، حالا میایم مثلا گچ میزنیم، نرمکاری انجام میدیم، زیباکاری رو انجام میدیم. دندون ها رو با ارتودنسی در جای صحیح قرار میدیم. مشخصه وقتی شما در جای صحیح
پایه قرار دادیم دیگه تراشی نیاز نیست دیگه. حالا اینی یا اگه دیگه چیز خاصی لازم نیست روش مقدار اضافه میشه دیگه. حالا اون بستگی داره چیزایی که در حیطه تخصصی دندون پزشکان زیبایی هستش که چقدر برجسته بشه، چه چیزایی در نظر بگیرن، زوایای دندونی رو چجوری فرم بدن که این زوایا نسبت به هم دیگه مثلا خوشگل‌تر باشه، اینا در کنار هم قرار میگیرن. ولی اون پایش باید درست باشه. این دندونا باید سر جای خودشون قرار گرفته باشن و محل مناسبی داشته باشن تا ما بتونیم این کارها رو انجام بدیم. خب فکر می‌کنید چه نکات دیگه ای رو دوستان ما باید مد نظر قرار بدن؟ من راجع به این طرحی که ازش ما به عنوان حالا لبخند یا تبسم یاد میکنیم، طبیعتاً مواردی رو ممکنه برای مراجعه بیمار باید نسبت بهش اشراف داشته باشه و در واقع برخی از اختیارات رو در اختیار پزشکش قرار بده، خودش تصمیم گیرنده نباشه. چه اقداماتی باید صورت بگیره و بیمار چه آماده سازیایی باید؟ چقدر وقت داریم بچه‌ها؟ من میتونم جواب این سوالو بگیرم؟ 1 دقیقه وقت داریم، فقط 1 دقیقه. وارد حیطه بزرگی شدید. من یه دفعه یه جلسه حالا باید راجع بهش صحبت بکنم، این که چه چیزهای خاصی وجود داره. با من یه اصل کلی پیشنهاد میکنم به متخصص مراجعه کنن اگه فکر کنن دندون‌های نامرتبی باشن. همونجوری هم که تو همه جلساتی که داشتیم با هم یا تو برنامه‌های تلویزیونی صحبت کردم همیشه میگم دندون رو سالم نگه دارن. تو هر سنی میشه ارتودنسی انجام داد، ولی وقتی زدیم بریدیمش، ازش تراشیدیم، خرابش کردیم، امکان ارتودنسی برای سالها گرفتیم و مجبوریم تا آخر به همون درمان خطا اونو هی ترمیم کنیم و درست کنیم. متشکرم. خواهش. شما